بعضی آدما رو که می‌بینی، اولش یه حس سردی ازشون می‌گیری. انگار نمیخوان کسی نزدیکشون بشه. نه لبخند، نه حرف اضافه، نه حتی یه نگاه. ولی همیشه پشت اون سکوت و خشونت یه داستانی هست. یه زخمی که دیده نشده. یه بغضی که سالها تو گلوت مونده. دختر گرگا دقیقاً همونا بود. خودش رو از اون آدما جدا کرده بود. چون اونقدری زخم خورده بود که فکر میکرد باید فقط برای بقا بجنگه. ولی در مقابل همیشه توی این شرایط یه آدمی هست که سمتت میاد. ساکت، آروم، بی‌هیاهو. احتمالاً توی زندگی هممون آدمی به این شکل دیدیم. توی مدرسه، محل کار، حتی توی خانواده‌مون. بعضیا خشکن چون مجبورن. چون زندگی اجازه نرمی بهشون نداده بود. ولی اگه از ظاهر قضاوتشون نکنی، یه چیز دیگه ای میفهمی. همین که کسی رو همونطور که هست بپذیری، خیلی میتونی با اون آدم نزدیکتر بشی. همه دنبال درک شدن هستن. فقط یکی لازمه که بدون هیچ پیش داوری گوش بده. اون وقت ممکنه یخ دل یه آدمی که سالها منجمد بوده کم کم آب بشه. گاهی یه رابطه واقعی از یه مکالمه بدون قضاوت شروع میشه. از یه لبخند کوچیک، از یه جمله ساده. من نمیخوام تغییرت بدم، فقط میخوام بفهممت. اگه بتونی کسی رو همونطور که هست ببینی و دوستش داشته باشی، تو همون کاریو کردی که آشیتاکا کرد. و اون نقطه شروع یه دنیای جدیده برای تو و اون آدم.